بخشیده برای زیرودکی در کالج آموزگاری شهری پنجکند کنفرانسی علمی ادبی بخشیده به بزرگداشت سردفتر ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی برگزار شد که در آن رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده اشتراک داشت. پیش از آغاز کنفرانس رئیس شهر از نمایشگاه هنرهای مردمی دیدن نمود. کنفرانس علمی ادبی را رکتور کالج آموزگاری جاوید خالف آغاز نمود. بخندد لاله بر صحرا، بخندد لاله بر صحرا، بسانی چهره لیلا، بگرید ابر در گردون، بسانی دیده مجنون. این بیت خیلی بیت معروف است و جمع آمد امروزه ما هم به خاطری گرامی داشتی بزرگ داشتی با آدم نظم تاجیکی فارسی همدیاری ما و شما ابو عبدالله رودکی است. برای ما و شما خیلی خرسنده‌آور است که در محفل امروزه ما رئیس محترم شهرمان عبدالخالق خالقزاده اشتراک دارند. خیر مقدم میگیم. و همچنین کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، سابقه داران مهنت، نمایندگان کارخانه مؤسسه گوناگون، استادان کالج آموزگاری شهر پنجکند و دانشجویان شرکت دارند. همتان خوش آمدید. دیده تاج سر. امروز در سراسر جمهوری آن نفرایی که با سخن نزدیکی دارند، سخن را قدر میکنند، نظم تاجیکی فارسی را دوست می‌دارند، جشن بزرگداشت ابو عبدالله رودکی را جشن گرفته ایستادند که این چهاربینی‌ها امروز در شهر پنجکند نیز از صبح بر وقت آغاز یافت و تا بگاه این چهاربینی‌ها ادامه دارد و حالا همین چهاربینی در کالج آموزگاری شهر پنجکند صورت گرفته ایستاده است. من با کمال احترام سخن را به رئیس محترم عبدالخالق خالقزاده می‌دهم. استادان و دانشجویان ارجمند، حاضرین گرامی، سال روان در وطن عزیزمان جشن فرخنده و مقدس 30مین سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان با چهاربینی‌های تنتنوی تجلیل گردید. بار دیگر همه شمایان را نخست با 30مین سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و روز رودکی تبریک و مبارکباد می‌نمایم. حاضرین ارجمند، در پرتو سیاست فرهنگ دوستانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هر سال سنه 22 سپتامبر روز بزرگداشت امیر شاعران استاد ابو عبدالله رودکی با شکوه و جلال و چهاربینی‌های ادبی و فرهنگی تجلیل می‌گردد. ما ساکنان شرفمند پنجکند باستانی باید با احساس افتخار و شکرگزاری برای گرامی داشت و ارجگزاری و مقام و منزلت استاد ابو عبدالله رودکی با چشم خرد نظر افکنیم. نسل‌های امروز و آینده را با آموزش اشعار خردمندانه و به زوال این بزرگمرد میدان سخن هدایت نماییم. با شرافت صاحب استقلالی و غمخواری های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان آثار چهره های شناخته ادبیات کلاسیکی و معاصر تاجیک از سلسله اختران ادب به چاپ رسیدند. در سرسخن کتاب ابو عبدالله رودکی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشعار او را گنج بیگزن معنی داد کردند. در جهان فرهنگ و تمدن هر ملت و خلقیت را با واسطه ادبیات و فرهنگ آن میشناسند و قدر میکنند. بشریت از زمانهای قدیم تا به امروز شاهد پیشروی و شکوفایی تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگونی بوده است که در این میان تمدن پیشرفته مردم فارسی زبان مقام و منزلت سزاوار ستایش دارد. باعث افتخار و سرافرازی است
ки гузаштагони ояндабину дурандаи мо ҳамеша ба адабу фарҳанг ҳамчун зарурати муҳими зиндагии инсонӣ таваҷҷӯҳи бештаре доштанд ва дар ин арса бо мардумони фарҳангпарвару адабиётдӯсти замони худ паҳлӯ ба паҳлӯ буданд. асарҳои баландпояи ниёгонамон ки ифодагари идеалҳои олии инсоният мебошад, барои мо ворисони сипосгузор мояи ифтихор буда, дар айни замон ба зиммаи мо масъулияти бузурги қадршиносию ҳифзи ин сарвати бузурги маънавиро мегузорад, таъкид намуданд пешвои муаззами миллат. мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо ва омӯхтаву андӯхтаи муҳаққиқони рӯдакишинос ба номи сарвари шоирони оли сомон маснавиҳои калила ва димна, синбоднома ва даврони офтоб, қасидаҳои мукаммали модари май ва шикоят аз пирӣ, инчунин ғазалиёт, қитъаот, рубоиёт ва манзумаҳои зиёд забту сабт шуданд ки аз бештари онҳо танҳо байтҳои аллоҳида ҳатто мисрае боқӣ мондаанд. онча аз устод рӯдакӣ то ба рӯзгори мо расида баёнгари он аст ки вай дар ҳунари сухангустарӣ тавоно будааст. устод рӯдакӣ на танҳо шоири забардаст, ҳамзамон донишманди комил буд. ӯ бо таърихи фалсафии юнони қадим, мамолики шарқ ва бо афкори фалсафии замони худ ба хубӣ ошно буд. шоир барҳақ таъкид кардааст ки илму дониш қувваи бузургест. донишам дар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. ин лаҳзаҳои хотирмони бузургдошти устод абу абдуллоҳ рӯдакӣ дар яке аз боргоҳҳои илму маърифат, коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент ҷараён дорад. воқеан коллеҷи омӯзгорӣ дар масири 91 соли фаъолияти хеш чандин наслҳои водии Зарафшон, ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ҳамсояро ба таълиму тарбият фаро гирифта, садҳо нафар чеҳраҳои шинохтаи илму адаби тоҷик хатмкардагони ин боргоҳи донишафрӯз мебошанд. бинобар ин итминон дорам ки ҳайати роҳбарӣ, устодон ва донишҷӯён анъанаҳои маъруфи таълиму тадрисро бо назардошти талаботи замони муосир идома мебахшанд ва шӯҳрати коллеҷи омӯзгориро боз ҳам баланд мебардоранд. итминони комил дорам ки мардуми сарбаланди панҷакенти бостонӣ бо фарҳангу андешаи созандагӣ, бо корҳои шоёну ибратомӯзи худ сазовори кору номи гузаштагони фарзонаи худ фаъолият хоҳанд кард. бо камоли ифтихору сарбаландӣ рӯзи рӯдакиро бори дигар ба шумо устодону донишҷӯёни коллеҷи омӯзгорӣ, мардуми шарифи панҷакенти бостонӣ самимона табрику таҳният гуфта, бароятон хушиҳои рӯзгорро чун устоди шоирони ҷаҳон дар ашъори ҷовидонааш тараннум карда буд, таманно менамоям ва ба кори конфронси имрӯза барор орзу мекунам. рӯзи рӯдакӣ фархонда ва муборак бод, ҳамдиёрони азиз. واقعا هم رودکی است، رودکی بزرگ است، جای شک هم نیست، شبه هم نیست و چخیلی که رئیس محترم قید کردن هر یک نفری ما باید افتخار داشته باشیم، فخر کنیم که زاده همین دیار هستیم، فخر کنیم که بابا آدمی نظمی تاجیکی فارسی از پنجکент باستانی است. و یک نکته رو میخواهم اینجا حضور شما بفرمایم. واقعا وقتی که در پی جستجوی مدفنی استاد رودکی بودند سالهای 40 بحث‌ها خیلی زیاد صورت می‌گرفت و در این باره استاد صدرالدین عینی اگر خوانده باشیدان در یادداشت‌هایشان مقاله‌ای دارند، گفتگی هستند هنگامی گشادن کانال مرغدر می‌گذشتند با چند نفر صحبت می‌کنند و شناخت می‌شوند درباره آنکه رودکی از کجا است و یک نفر میگوید که آنجا یعنی پنجرود امروزه
ما پیشتر زیارتگاه اوفاریان میگفتیم، یعنی که مردم اینجا موسیقی دوست بودن و رودکی از همین دیار است و از بین کارمندانی که کار میکردن یک نفر میگه که بخینا همین خیل هست، رودک در شینگ هم هست و در تصویر میکند که رودک چی ساختار دارد و استاد اینی میگن که من بعد از اون که این گپ‌ها رو شنیدم بازم از پی تحلیل شدم و ما از رودک هم دیدن کردیم. این نماینده های اون وقت کمیسی که بود تحت راهبری کاتب رایکام همون وقتی شهری پنجکین محترم محمدی شرف و سفرها خیلی زیاد است، در این باره گپ‌ها خیلی زیاد است و استاد اینی بسیار با همین بحث یک نقطه بسیار هم عالمانه میگذارن، میگن که رودک است یا زیارتگاه اوفاری هست، هرچی هست رودکی از همین دیار است. رودکی نه تنها تاجیکستان است، رودکی جهانی است، چون که مثل محمد اقبال لاهوری او را در پاکستان، در افغانستان، در ایران، در چین و ترکیه و دیگر سایر کشورهایی که به زبان تاجیکی داری صحبت میکنن میشناسند و او یک چی میگن شخصی ملی تاجیکی است که در جهان خیلی معروف و مشهور است. بعداً گروه استادان از فعالیت ایجادی استاد ابو عبدالله رودکی معروضه ها کردند. بر قبر رودکی سخن آفرین کنم، سر را کنم فرود و سرشکم کنم روان. بعد از 1103 سال روزگار از راه دور آمدم زار و ناتوان. این سخنه یکی از محققان برجسته آثار استاد رودکی سید نفیسی گفته است. مقام استاد رودکی در ادبیات فارس تاجیک تا به آن جای است که دیگر شاعران و بزرگان برتری و بلندی جایگاه او را قدر کردند و با او با مهر و محبت نامی آدم الشعرا، سلطان شاعران، پدر شعر فارسی را نهادند و در جای شهید بلخی رودکی را سخنش را تلوین نبی میگوید، یعنی که پیروی قرآن میگوید و میگوید که و سخن ماند شعر شعرا، رودکی را سخنش تلوین نبی است. هرچی میگوید پیغمبران میگویند، رودکی همون نمیگوید. همین را گفتنی هستم که رودکی در ادبیات ما نه اینکه جایگاه خاصه، همش از آن اون استاد رودکی است و ما منشأ از همون میگیریم. غلامرضا ریاضی در کتاب دانشوران خراسان چنین ابراز میکند: استاد رودکی زبان تاجیکی دری و شعر پارسی را به تخت نشانده جاویدان ساخت. راهی را که بزرگان آن در بازگشت آزادی کشور و شمشیر با شمشیر انجام دادن، این سخنوری دانا با نیروی زبان پیمودن گرفت و توانایی بخشیده شعر نوین پارسی را پیریزی نمود. و دوستداران شعر و ادب فارسی و کسانی که امروز به خاطر استاد زندیات اینجا آمدن، تمنا دارم که روح استاد برای شما و کل اینجا نشستگان مددگار یاور باشد. وقت افتاده. شعر شاعری از زمانهای قدیم مجموع قاعده و قانونهای خود را دارا بود و آنها برای کسی ایجادکار هم به صفت دستورالعمل ایجادی خدمت میکردند. باید گفت که شعر و شاعری برابر پیدایش سخن و سخنوری تولید گردیده و من بعد انکشاف و تقویت یافته است. هرچند سیلاب حوادث ایام، حوادث تاریخی، خصوصا اصطلاح اجنبیان و خراسان و ماوراءالنهر بسیار نمونه های شفاهی و خطی شعر و شاعری را نابود ساختند، اما خوشبختانه بسیار نمونه آنها امروز در دست مایند و این باعث خرسندی است. در عصر ده وقتی در ورارود
خراسان دولت مستقل و متمرکز سامانیان بنیاد گردید، احوال خلق بی شد و از جهت و جمعیت از جهت اقتصادی و سیاسی پیش رفت. در حوزه های ادبی این سرزمین برای رونق ادبیات و علم ادبیات شناسی از زمینه‌های مساعد فراهم آمده و البته شعر و شاعری نیز در ادبیات تاجیک خیلی ترقی یافت، البته به طفیل یک زمره بزرگان عالم شمول. در عصر ده اولین کسی که شعر و شاعری را به ثریا بالا برد استاد شاعران ابو عبدالله رودکی بود و ادبیات خودش اقرار یا اعتراف میکند که پیش از رودکی یا از همعصران رودکی یگان نفر نمیتوانست در ادبیات با رودکی برابری کند. خدمت برجسته این ادیب عالمشمول در آن است که توانست شعر را هم از جهت لفظ و هم از جهت معنی بالا برد. او اصالت شعرگویی را، شعر نغز را معین کرد و این نه تنها برای اسلوب خود، برای آنکه همعصران او و شاعران من بعده استفاده برند معین کرد. در بیت خود شاعر میگوید: اینک محض چنان که طاقت من بود، لفظ هم خوب و هم به معنی آسان. دیدید؟ استاد رودکی چه خیلی شعر را طاقت میکرد یا میپذیرد اگر لفظش خوب باشد و معنیش آسان. در ایام رودکی را نه تنها در خراسان بزرگ میخواندند، بلکه اشعار او را، سرودهای او را بیرون از آنها، از این حدود زمزمه میکردند، پیروی میکردند. چرا؟ چون که پیر پنجروتی شعر جهان را اولی شده نوشت. البته سخندانان، سخنشناسان، سخنوران در وقتش عنوان بلندی ملک الشعرا را با آدمان ارزنده میدادند و اولین کسی که صاحب این عنوان بزرگ شده است استاد رودکی می باشد. برای چی؟ زیرا در تاریخ ادبیات تاجیک پارس که تا رودکی شرح‌های صنعت سخن و واسطه تصویر بلیغ قریب وجود نداشت، استاد رودکی طفیل ذهن و ذوق خداداده یا مادرزادی به آنها شکل کامل را داد. سبک خراسانی یعنی اسلوب بیان که در عصرهای 9 و 10 در خراسان و ماوراءالنهر الکی شکل گرفته بود، من بعد رواج یافت. این را رودکی رواج داد. خصوصیت این اسلوب در چیست؟ وی تکیه به زبان ملی خلق میکند و از استفاده کلمه های و عباره های بیگانه خصوصا عربی خودداری میکند. این است اصالت شعر نغز. و باید گفت که هر یک صنعت دارای واسطه های تصویر خود است. مثلا در صنعت تصویری رنگ نقش می‌بازد، در صنعت موسیقی آواز و صدا و آهنگ، در ادبیات بدیعی باشد زبان واسطه اولین درجه تصویر است. واسطه های تصویر یعنی صنعت معنوی لفظی توسط زبان افاده کرده می شود.
در شعبت از جهت مضمون و شکل ناتکرار و نادیره استاد سخنوران، زبان تنها واسطه تصویر نبوده، در برابر آن افادهگری تخیل بدیعی، افکار و احساسات فقط از طبیعت ناتکرار گرفته شاعر را افاده میکند. خوش، ما درباره واسطه‌های تصویر گپ زدیم. استاد در همین بیت، در همین دو مصرع کدام چقدر واسطه تصویر را استفاده برده است؟ یکم تشبیه، صنعت بدیعی تشبیه، این وسیله تصویر بوده، یک چیز به یک چیز دیگر مانند کرده می شود یا با مانند بودن شباهت داشتن دلالت می کند. و تشبیه برای رفشنی افکار و جستگی تصویر و تمثال و بدیعیت شعر یا اثر کار پرورده می شود. مهر ادب از رودکی، ذوق عجب از رودکی، حرف و سبق از رودکی، مشق زبان از رودکی، طرز بیان از رودکی، شرح غزل از رودکی، شهد و عسل از رودکی، بالانشین است رودکی، والانشین است رودکی، صدق و صفا از رودکی، ثبت و نوا از رودکی، نظم زمان از رودکی، بزم شهان از رودکی، شهرت و شان از رودکی، لذت جان از رودکی، السلام و صد سلام از رودکی. سالهای پیش این ترانه به قلم آمده بود، همچون نویسنده ترانه خواهم قرائت کرد. شامگاهان با عمق آسمان سیاره ها دیده می دوزم، خیالم جانب راه کهکشان و گر ستاره های هفتادران و به نورهای نقرفان اختران به حساب می پیچد. نگاهم به ستاره رهنمای چراغکی کاروان بر می خورد و بر او امیدوارانه می نگرم و حرف می زنم. ای ستاره خدا، تو ره گمزدگان را برای راست هدایت می نمایی، مگرم مسئولیت ربانی داری. خواهشمندم مرا بر روی استادان یزدان پاک شعر و شاعری ابا عبدالله رودکی دیدار بده تا باری هم باشد با آدم و شعرا حرفک یا سخنکی گفته باشم، زیرا این بزرگ مرد ادب برای بشر غذای معنوی داده، پند اندرس های سماوی گفته، ترانه ها سروده، قصیده و داستان ها نوشته، درد و ارمان های آدمان را تحریریزی کرده است، خوشریزی کرده است، گلریزی کرده است. حمد و ثنا باد. ای ستاره ها، ای اختران خدا، با خیال من و خواب من، با روح من، با داد من و ایجاد من باشید. بله، سروده های استاد رودکی نظم والای دلپذور قافله سالار شعر نابدری که پدیده ها را از کلام حق تعالی، از حدیث های بیزوال پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی گلچینی کرده است، پیوند به اخلاق حمیده انسان چنین کرده است. جمیع واژه ها را انگر با آب طلایی معنوی زرین و سیمین کرده است، مثل ابریشم کرده است. یادش بخیر. چه خوش است که امروز پس از 1150 سال بعد زیارت بزرگ داشته ابا عبدالله رودکی، بزرگان عالمگیر و شاهان عجم، ابرمردان در زبان و قدردانهای ادب فهم و ادب سنج، ادبخوان ادبدان، سخنور و سخندانها، علما و ادبا، امرا و وزرا به زیارت آمدند که اشعار اصالتشان را والاست، اقدامشان برجاست. یادشان بخیر باد. پس رودکی را چشم دل بینا است، اشعارش خوانا است. هر فردی که اشعار او را میخواند دانا است و والا است، زیرا هر کلام او پوری معنا است. زهی بابای رودکی، زهی
تو مهتر شاعرانی، تو بهتر اخترانی ادبی، تو پیشتر بزرگانی، تو برتری. فخر ملت نام تو، زیب زینت کلام تو، همه آثار سلام تو، آدمیت خلق تو، تا بزم نظم پای برجاست، همه عالم ملک تو. تنت یکی و جان یکی و چندین دانش، ای عجبا مردمی تو یا دریایی یا دریایی یا دریایی. در فراورد کنفرانس برنامه ادبی موسیقی آماده نموده دانشجویان کالج آموزگاری پیشکشی حاضرین گردانیده شد. دریا سخن که جاودان است هنوز، در عالم به نشان است هنوز، که گفت که جوی مولیان خشکیده در مصرع رودکی روان است هنوز. گذشت بهار عمر و نکهت گل و سرسبزی های عطرآگین، ولی هنوز در مصرع‌های رودکی جوی مولیان روان است و روان است نخشکیده. با نکهت خود هنوز مشام ما را عطرآگین گردانیده، عقلها را روشن، راه زندگی را منور ساخته. اگر ای آدمان اهل صفایید، به درد شاعران گر آشنایید، اجل چون چشم شاعر را بپوشد، شما دیوان شعرش را کشید. و یک جای همراه دانشجوی ما دیوان اشعار استاد رودکی ورق گردان بود. از آن چندان نعیم این جهانی که ماند از آل ساسان و آل سامان، سنای رودکی ماند از مدحت، نوای باروبت ماند است و دستان. گر سری یابد به عالم کسب نیکو شاعری، رودکی را بر سری آن شاعران زیبد سری. شعر او را برشمردم 13 صد هزار، هم فزون آید اگر چنان که باید بشمری. رودکی ای تاج فرقی نظمی خلقی تاجدار، میکند با چون تو تاج نظمی تاجیک افتخار. سرزمینی نظم در دوران ما گلگون شکفت، زنده و بینا شدی بینگر به فیضی این بهار. کاری که اسماعیل سامانی با شمشیر برنده خود آغاز کرده بود، ابا عبدالله رودکی با خامه خود به پایان رسانید. رودکی را همسران و آدمان بدینه، آدم و شعرا، استاد شاعران جهان و صاحب قران شاعری اعتراف داشتند. اگرچه پیش از رودکی بسیار شاعران فارس و تاجیک شعرهای نغز گفتند، صاحب دیوان بودند، لیکن رودکی شعر و شاعری را توانست در خلقهای ایرانی توا، یعنی در ادبیاتشان به کبریا رساند. ذهن شاعر، ذهن قابل سالار نظم تاجیک و فارس. دلا تا کی همه جویی من را، چی داری دوست هرزه دشمن را. چی را جویی وفا از بی وفای، چرا کوبی همه سرد آهن را. ایاب سفسن به ناگوشی که داری، بر اشکی خویشتن هر سفسن را. یکی زین برزنی ناراه برشو، که بر آتش نشانی برزن را. دلم چون ارزن عشقت چو کوه، چی سایی زیر کوه ارزن را.
ببخشا ماهی من بر من ببخشا، مکش در عشق خیره چون من را، بیا اینک نگه کن رودکی را، اگر به جان روان خواهی تن را. هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید، بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد، گویی مگر آن باد همه از خوتن آید. نه نه زی خوتن باد چنین خوش نوزد هیچ، کان باد همه از بری معشوق من آید. ای ترک کمر بسته چنانم ز فراقت، گویند قبای تو مرا پیرهن آید. هر شب نگرانم به یمن تا تو برآیی، زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید. کوشم که بپوشم صنما نام تو از خلق، تا نام تو کم در دهنی انجمن آید. با هر کی سخن گویم اگر خواهم و گر نه، اول سخنم نام تو اندر دهن آید. شاه زیر با سیاه چشما شاه، که جهان نیست جز فسانه و با، زامده شادمانه باید بود و از گذشته نکرد باید یاد. من و آن جدموی غالیه بو، من و آن ماهروی هور نژاد، نیکبخت آن کسی که داد و بخورد، شوربخت آن که نخورد و نداد. باد و ابر است این جهان فسوس، باده پیش آر هرچی باد آباد. شاد بود است از این جهان هرگز، هیچ فرزانه تا تو بین شاه. بخندد لاله بر صحرا بسانی چهره لیلا، بگیرید ابر بر گردون بسانی دیده مجنون. زی آبی جوی هر ساعت همه بوی گلاب آید، در آن شست است پینداری نگاری من رخی گلگون. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بهر ستمکاران کردن، انگور نه از بهر نبیذ است به چرخوشت. عیسی به رهی رفت یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سری انگشت. گرفت خواهم زلفین عنبرین تو را، و بوسه نقش کنم برگ یاسمین تو را. هر آن زمین که تو یک رهبر و قدم بنهی، هزار سجده برم خاک آن زمین تو را. هزار بوسه دهم بر سهای نامه تو، اگر ببینم بر مهر او نگین تو را. و تیغ هندی گو دست من جدا بکنند، و تیغ هندی گو دست من جدا بکنند، اگر نگیرم روزی من آستین تو را. اگرچه خاموش مردم که شیر باید گفت، زفان من بروی گردد آفرین تو را.
کرد. اینجا خیلی گرم است، به مثل دوزخ است. بختنگ است. نصیبی عاشقین آمد زی درگاه که بر دوزخ کنندم زنده ناگاه. چو از دو چشم من دو جوی دادند، به گرمابه مرا سرشوی دادند. سپه دارد جهانی عشق اکنون، یکی آتش یکی اشک و دیگر خون. کنون من بر سری آتش از آنم که گه خون ریزم و گه اشک رانم. نگینه جان چشمانت را کشا، مرا تنها نگذار. کنون در آتش و در اشک و در خون بیرفتم زین جهان پر درد بیرون. مرا به تو سر آمد زندگانی، منت رفتم تو جاویدان بمانی. به روی تو خورشید جهان سوز مباد، هم به تو چراغ عالم افروز مباد. با وصل تو کس چون بدآموز مباد. روزی که تو را نبینم آن روز مباد. بر عشق تویم نه صبر پیداست نه دیر، به روی تویم نه اشک فرجاست نه دیر. این غم که مراست قیقاب است نه غم، وان دل که تو راست سنگ خاراست نه دیر. ای دریغا که خیرتمند را باشد فرزند و خیرتمند نی. ورچه ادب دارد و دانش پدر، حاصلی میراث بر فرزند نی. زلفش بکشی شبی دراز اندازد، ور بکشایی جنگلی باز اندازد. ور پیچ و خمش ز یکدیگر بگشایند، دامن دامن رشک تمن اندازد. از کعبه کلیسیا نشینم کردی، آخر به گناه بیکرانم کردی. بعد از 2000 سجده بر درگه دوست، ای عشق چه بیگانه زدینم کردی. این جهان را نگر به چشم خیرد، نی بدان چشم کندرو نگری. همچو دریاست وزنک کاری، کشتی ساز تا بدان گذری. گر بر سری نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. بوی جایی مالیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه. ریگیام و درشتی راهی و زیر پایم پرنیان آید همه. ریگیام و درشتی راهی و زیر پایم پرنیان آید همه. آب جیهون از نشاطی روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. آب جیهون از نشاطی روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. میر ماه است و بخار آسمان، ما سوی آسمان آید همی. میر ماه است و بخار آسمان، ما سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخار بستان، سرو سوی بستان آید همی.
ای بخارا شاد باش و دیرزی شان از دد میهمان آید همی ای بخارا ای بخارا ای بخارا شاد باش و دیرزی شاه نزدت میهمان آید همی شاه نزدت میهمان آید همی نگارینا شنیدستم که گاه منت و راحت سه پیراهن سلب بود از یوسف را به عمر اندر یکی از قید شد پرخون دیگر شد چاک از دومت سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشمی تر روحم ماند بدان اول دلم ماند بدان ثانی نصیبی من شود در دست آن پیراهن دیگر سیهی فزوده جمال تو زیب و آرام را شکسته سنبول زلف تو مشت سارام را قسم به آن دل آهن خورم که سختی هزار تر نهاده است سنگ خارا را که از تو هیچ مروت طمع نمی دارم که کس ندیده زی سنگین دلا مدارا را هزار بار خدا را شفیع می دارم ولی چی سود چطور نشنوی خدا را تو رودکی به غلامی اگر قبول بکنی به بندگی نپسندد هزار دارا را چهار چیز مرا زاده را زیغم بخرد تنی درست و خوی نیک و نامی نیک و خیرد هر آنکه ایزیدش این چهار روزی کرد سزد که شاد زید جوان و غم جاویدان و غم نخورد Плещет мульян меня зовет. Та, в которую влюблен, меня зовет. Под ногами, словно шелк, пески ому. Трудный брод, зеленый склон меня зовет. Там, где пена по колено скакуна, там Джайхуна, слышен стон, меня зовет. В город счастья, в Бухару, спеши, мир. Листьев шум, пернатый звон меня зовет. بهارا در لب انهار و باغ و دمن سبزه و سه برگ دامن پهن کرده نظر ربایی می کردن مرغان نغمه سرایی بلبلان سرودخوانی می نمودن دریاچه شیخوبی که از نزد دهه رودک می گذشت در این فصل سیراب شده مثل طفلان شیرمست شوخی و بازی جست و خیزش حد و کنار نداشت آره همه با آهنگ و صفت و نوای تازه از زندگی شاد و مسرور بودند دیروز شب جمعه سال 858 در عائله محمد طفل زیبا اندام چشم به عالم گشاد که به او جعفر نام نهادند هیچ کس پیش بینی کرده نمی توانست که سالیان دراز سپری می شوند و آوازه این طفل نوزاد تا به بخارا و سمرقند پایتخت سامانیان بزرگ می رسد و واقعا چنین هم شد او در مدرسه های سمرقند علم آموخته پیوسته پیش استاد بزرگ موسیقی ابوالعباس بختیار نازکی های این پیشه را از خود نموده چنگ و بربط می نواخت دانش و علمش را سیقل داده پیوسته ربایی و غزل چکامک و ترانه می سرود
به حق نالم ز هجر دوست زارا سحرگاهان چو بر بلبل هزارا قضا گرداد من نستاند از تو زی سوز دل بسوزانم قضا را نامت شنوم دل زی فرح زنده شود حالی من از اقبال تو فرخنده شود و از غیر تو هر جا سخن آید به میاد خاطر به هزار غم پراکنده شود بیسود و فرو ریخت هرچی دندان بود نبود دندان لاول چراغ تابان بود سپید و سیمرده بود و دور و مرجان بود ستاره سحری بود و قطر باران بود یکی نمام کنون زان همه بیسود و بریخت چی نحس بود همانا که نحس کیوان بود کنون زمانه دیگر گشت و من دیگر گشتم از صاف بیارگی وقتی از صاف و انبان بود تو جهان بود اثر آدم فراز کس نبود از راه دانش به نیاز مردمان بخردند در هر زبان راز دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگند در همه بنگاشتند دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. تشکر زیاد. مرسی محترم مهمانان خیلی ارجمند بار دیگر هم شما را به درگاه علم معرفت خیر مقدم نور دیده تاج سر میگیم. ما کوشش نمودیم که یک لحظه کوتاه هم باشد احوال و اشعار استاد رودکی پدر شعر فارسی برگردان کنیم و گمان میکنم که امروز شما کمی باشد هم لذت معنوی برداشتید.